برادر و خواهری که با ترانه و سرودخوانی و ربسرایی خود بزم و محفل‌های را برپا می‌کنید که خدا و آفریدگار شما از آن راضی نیست. شما با این کار خود جوانان این امت را به فساد و به حیایی می‌کشانید و سببگار آن شما می‌شوید. بترسید از آن روزی که در پیشگاه خداوند ایستاد می‌شوید و از این کردارتان پرسیده می‌شوید ولی جوابی نمی‌یابید. بترسید از آن روزی که هیچ یکی از مخلصانتان به داد شما نمی‌رسند. قسم به خداوند که به خاطر پول و مال دنیا خداوند به همتا را ناراض کرده به غضب آوردن عاقلانه به نظر نمی‌رسد. بترسید از خداوند و روز حساب و پاداش این کارهایتان را فراموش نکنید که البته برای به گمراهی و به حیایی کشاندن جوانان این امت پرسیده می شوید و آنجا جوابی نمی یابید. برادر و خواهر آوازخوان و ربسرا، از این کار گناه دست بکش و آن را ترک کن. البته خداوند در عوض آن یک چیز بهتری را برایت می دهد. امام احمد با سند صحیح از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت کرده اند که می فرماید هر چیزی را که تنها به خاطر رضای الله ترک کنی خداوند در عوض آن یک چیز بهتری را برایت نصیب می گرداند. پس اگر با وجود اینقدر دلیل ها برای حرام بودن موسیقی باز هم قبول نداشته باشی و از این کار گناهت توبه نکنی، من برای تو این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را بیان می کنم که فرمودند حبک شیء یعمی و یسم، رواه ابو داود. یعنی آن چیزی که دوستش می‌داری تو را کور و کر می‌کند که دیگر حق را نه می‌بینی و نه می‌شنوی. یعنی درباره موسیقی و این بزم و محفل‌های شما هر قدری که تنقید و مذمت کنند و حرام بودن آن را از قرآن و حدیث‌های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان کنند، باز هم شما حق را نه می‌بینید و نه می‌شنوید. من قصد اهانت به هیچ یک ربسرا و نه به هیچ کسی از مخلصانشان را ندارم. حتی نمیخواهم نام هیچ یکی از آنها را در اینجا یاد کنم. مقصد من تنها برای این برادران رساندن سخن خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم است که این وظیفه هر یک فرد مسلمان است که برادرش را از کار گناه باز دارد. این پیام من نه تنها برای ربسرایان بلکه برای تمام آن نفرانی است که سرایندگی می کنند و با صوت و سرودخوانی و بزم و محفلهای موسیقیشان پروردگار عالمیان را ناراض کرده به غضب می آرند. از همه بدترش آن که در بزم و محفلهای آنها زنان رقاصه با لباسهای تنگ و نیم برهنه رقص کرده صدها مرد را بیقرار کرده به گناه می کشند. برادر و خواهری که به سرایندگی و یا ربسرایی مشغول هستی و این کار خود را مایه عزت و آبرو می دانی و برای خود کسب و هنر گرفته ای، فراموش نکن که با این کردار ناپسندت هم خدا و هم پیامبرش صلی الله علیه و سلم را ناراض می کنی و تنها شیطان را خوشنود می کنی.